سینا شهروند رضای فرهاد اکراموویچ ساکن 49 ساله کوچه دهه بالای پایتخت را بر اساس ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان در میدان‌باشی گناهکار دانسته به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت رضای فرهاد در اساس مراجعت ویدیویی همسر سابقش دستگیر و به جوابگری کشانده شد. ضمن سنجش نوارهای حادثه خشونت اویلوی که همزمان در شبکه‌های اجتماعی پهن گردید معین کرده شد که شهروند رضای فرهاد اکراموویچ سال تولدش 1972 ساکن ناحیه سینا کوچه دهه بالا در منزل زیستش با سابق همسرش زن مراجعت کننده مناقشه نموده آخرین را مورد دشنام و حقارت‌های قبیح قرار داده است گفته می شود در گزارش.